مگر امروز مراسم بزرگداشت آمون نیست؟ آری، اما چرا این همه حقیر بدون تشریفات؟ امروز روز به قدرت رسیدن آمون خدای بزرگ مصریان است. در این روز آمون طی یک مبارزه خدای پیشین مصریان را شکست داد و خود بزرگ خدایان مصر شد. مردم مصر هر سال این روز را گرامی می‌دارند و فرمانروای مصر مراسم آیینی ویژه‌ای را برگزار می‌کند. علت حضور تندیس آمون در اینجا نیز همین است. امروز آمنحتب ظاهراً قصد شستشوی آمون را هم ندارد. نه بخوری، نه تقصیل محراب. امروز باید آمنحتب لباس رسمی می پوشید. باید با آمون احترامی کرد و به پای زانو می زد. علت نجواهایتان را می دانم. چند سوال ذهن شما را مشغول کرده. اینکه چرا لباس رسمی نپوشیدم، در مقابل آمون زانو نزده و بخور در آتش نریختم، و چرا محراب آمون را با خون غسل ندادم. پاسخ روشن است. من از این پس دیگر آمون را نمی پرستم و به خدای یکتا ایمان آوردم. میدانستم یوسف کار خودو خواهد کرد. آری، من به خدای یکتا، به خدای آسمان ها ایمان آوردم و با ایمان شما مردم مصر کاری ندارم. هر کس در انتخاب آزاد است. چه میگویی آمنحتب؟ این سخنان چیست؟ بس کنید مادر، بس کنید و بنشینید. شما کاهنان این تندیس را از اینجا بیرون ببرید. قصر آخناتون از این پس به آمون نیازی ندارد. معبد آمون را هم ببندید. این قصر از این پس معبدی هم ندارد. با شما هستم. گفتم این تندیس را از اینجا ببرید. نفرین آمون بر شما، نفرین آمون بر شما.
بزرگان، سرداران و اشراف مصر، از امروز من خداوند یکتا را میپرستم و نام خود را از آمنحتب به آخناتون تغییر میدهم. این را در سرتاسر مصر به گوش همه برسانید.